بسم الله الرحمن الرحیم. درس 16 قسمت اول. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در درس 16 اسم المصور الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. اول مصور، کلمه مصور از مصدر تصویر گرفته شده است و تصویر در لغت به معنای این هست که حقیقت و یا هیئت یک چیز. به معنای میل داشتن هم است و به معنای شکل و ساختمان هم در لغت تصویر میه. اما اسم المصور، یعنی مصور اسم فاعل است از کلمه تصویر، یعنی تصویر گیرنده، تصویر کننده. در نامهای الله سبحانه و تعالی در قسمت اسم مصور الله سبحانه و تعالی باید 7 نقطه را بشناسید. نقطه اول الذي يصور مخلوقاته وفق ارادته، یعنی مصور ذاتی که تصویر میکنه مخلوقات خود مطابق اراده خود. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که والله الخالق البارئ المصور، خالق است، بارئ است، المصور. پس این نام در سوره حشر آیت 24 ذکر شده است. گفتیم نقطه اول چی هست؟ الذي يصور مخلوقاته وفق ارادته، یعنی تصویر میکنه مخلوقات خود مطابق اراده خود. خلق السماوات والارض بالحق و صورکم، و شما را تصویر نمود. فاحسن صورکم، یعنی انسان ها را خطاب میکنه الله که شما را تصویر کرد الله، لکن تصویر شما، چهره شما بسیار زیبا هست نسبت به دیگه مخلوقات. و الیه المصیر، این در سوره تغابن آیت 3. علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ میگه الذی اذا اراد شیئا قال له کن فیکون. وقتی که الله یک چیز رو بخواه برش میگه که شو، میشه. فیکون علی صفت التي یرید، پس این چیز میشه با مو صفتی که الله اراده کرده. و صورت التي یختار، و با مو شکل میشه که الله سبحانه و تعالی، و صورت التي یختار، و با صورت یا شکلی که الله اختیار کرده. اینا برای هر کسی الله سبحانه و تعالی یک صورت و یک تصویر خاصی را اختیار کرده. و علامه سعدی میگه و صورها بحمده و حکمته، الله سبحانه و تعالی به حمد و حکمتش همین مخلوقات تصویر کرده. این نقطه اول. نقطه دومی که والذی صور خلقه على صور مختلفه لیتعارفوا بها، الله ذاتی هست که مخلوقات به اشکال مختلف خلق کرده، تصویر کرده، لیتعارفوا بها، تا که یکی دیگه خدا بشناسن. پس مثلا تصویر هر چیز فرق میکنه. ما و شما میفهمیم که انسان است، این حیوان است، این مثلا جنبنده هست، این مثلا پرنده هست. هر مخلوقش تصویر خاصی داره. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. الله متعال میگه حتی در رحم مادرها شما را الله تصویر کرده به هر شکلی که الله سبحانه و تعالی خواسته. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، الله متعال میگه ما شما را خلق کردیم سپس شما را تصویر کردیم. وقتی که انسان خلق کرد تصویرهای مختلفی برای انسانها چی کرد؟ برای انسانها ساخت. مثلا آدم علیه السلام یک تصویر خاصی که برای انسانیت از او و منصب خلافت از در روی زمین الهی او را خلق کرد. سوم والذی صور المخلوقات بعلامات ممیزه، الله ذاتی است که تصویر کرده مخلوقات به علامات ممیزه، علامتهای خاص و هیئات متفرقه و چهره های مختلف. و اعطى كل شیء منها صورتا خاصه، بر هر چیزی یک چهره خاص داده. و هیئتا مفرده، و یک ساختمان مفرد که مثلا یک ساختمانی که مخصوص از او هست. یتمیز بها على اختلافها و کثرتها، که این تمیز میشه به اختلافش، ولو که زیاد باشه ولو مختلف باشه، لکن ببینید که یکی از دیگه متمایز میشه. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الانسان، ای انسان ما غرک بربک الکریم، چیز تو را مغرور ساخت به رب کریم تو.
الذی خلقک، او ذاتی که تو را خلق کرد، فسواک، تو را مساوی ساخت، فعدلک، تو را معتدل ساخت. یعنی خلقت انسان چی است؟ معتدل است. فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر تصویری که خواست تو را ترکیب کرد. پس مثلا علامه ابن منظور چی میگه؟ المصور وهو الذي صور جمیع الموجودات و رتبها. هر مخلوق تصویر کرده و او را ترتیب کرده. فاعطى كل شيء منها صورت خاصه، برای هر چیز یک تصویر خاص داده. و هیئت مفرده یتمیز بها على اختلافها و کثرتها. علامه ماوردی چی میگه؟ میگه مصور دو وجه داره. اول تصویر الخلق على مشیتی، او ذاتی هست که مخلوقات تصویر کرده، هر قسم که اراده کرده. دوم لتصویر کلی جنس على صورتی، هر جنس، مثلا جنس انسان رو ببینی، جنس حیوان رو ببینی، جنس پرنده رو ببینی، هر کدام یک صورت خاص دادم. به این شکل الله متعال و میگه چی است؟ و وجه سومی هم است، ان یکون لنقله خلق الانسان و کل حیوان من صورت الى صورت. دیگه ای که الله متعال از یک صورت به صورت دیگر، مثلا فیکون نطفه، یعنی انسان است، مثلا نطفه می باشه، باز علقه میشه، یک پارچه خون میشه، ثم مضغه، مثل یک گوشت جویده میشه. بعد از این قسم آهسته چهره های مختلف را الله متعال برزی از آغاز خلقتش برش چی میکنه؟ چهره های مختلف برش میده. چهارم چهارم والذی، یعنی مصور او ذاتی است که شکل کل عالم من المخلوقات به اشکال خاصه تلیق بها، که برای هر مخلوق یک شکل خاص داره که برای از او لایق است. هر کسی ببینی مثلا برای انسان یک چهره داده که خاص برای انسان لایق است، برای حیوان چهره داده که برای از او به ساختمانش لایق است. مثلا هر مخلوق را ببینی که یک چهره خاص داده. حالا شما سبحان الله سائل کنین، حتی عمل طیاره را وقتی که میسازن، این طیاره را چی میکنن؟ این طیاره را از چیز میسازن. مثلا یک طیاره رو ببینی به شکل یک پرنده میسازن، چرا همین بال پرنده ها کس این ساختمان خاص داره که برای پرواز این آماده میسازن. مثلا کشتی ها را به شکل ماهی ها میسازن که چی میکنن؟ او برش امو ساختمان از او برای مثلا بحر و برای شنا کردن اما تو چیز شده. پنجم والذی فرق بین عالم واحد من المخلوقات علامات خاصه، او ذاتی که در یک عالم بر یک چیز علامات خاص داده. مثلا وقتی که یک انسان رو ببینی با یک انسان دیگه شک چیز نمیشه، برای از یک تصویر داده به او تصویر دیگه فوراً شناخته میشه. تو ذات با عظمت است که مثلا دو مخلوق، حتی دو انسان یک قسم مثلا نیست. انسان احیانا دوگانگی می باشه، لکن دمو دوگانگی هم وقتی که شما سعی کنید مادر و پدرش که این بچه این علامات خاص داره، من کسی بود دوگانگی بود، پرسانش کردم گفتم که این بچه تا چطور میشناسی؟ بازو گفت که نه این خوی از این قسم است، خوی از دیگه قسم است، این مثلا اینی عادات داره، یا عادات دیگر داره، اینی وضع علامات داره، یعنی به هر چیز علامات خاصی داره. ششم والذی جعل خلق الانسان مراحل مختلفه تلیق به تکوینه، یعنی الله متعال میگه برای خلقت انسان مراحل مختلفه داده که به مو چیز از او شایسته هست. مثلا یک انسان اول از قطرگه که آب می باشه به شکل نطفه، باز به شکل ثم من علق. الله متعال میگه یا ایها الناس ان کنتم فی رهب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اصل شما را اصلتان از خاک است، باز نسل شما چی است؟ من نطفه، از نطفه، ثم من علقه، باز پارچه خون است، ثم من مضغه، باز مثل یک توته گوشت که جویده شده باشه، مثل ازی وارس، مخلقه او غیر مخلقه لنبین لكم و نقر فی الارحام ما نشاء. و به شکل الله متعال. هفتم چی است؟ والذی وعد من یحاول التشبه بصفت المصور بعذاب شدید. یعنی دیگه چی است؟ الذی، او ذاتی که وعده داده برای کسی که کوشش میکنه که مشابهت پیدا بکنه با صفت مصور الله که تصویر کننده هست، الله متعال بر از او عذاب شدید و عذاب سخت را بر از او میده. مثلا امام بخاری رحمت الله علیه میگه عن عایشه رضی الله عنها، میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که قالت دخل علی النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اتاق بالا من داخل شد و فی البیت قرام، در خانه چی بود؟
در خانه یک پرده بود، فیه صورن، در او تصویرها بود، تصویرهای مخلوقات زندجان. فتولون وجهه، میگه چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر کرد. ثم تناول الستر، میگه باز اون پرده را گرفت، فحتکه، او را از بین برد. و قال، متوجه هستین؟ این پرده را پاره کرد. و قالت، میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من اشد الناس عذابا یوم القیامه، سختترین مخلوقات در عذاب در روز قیامت، الذین یصورون هذه الصور، این تصویرها را که میگیرن. خواه موبایل بگیری، خواه کت قلم تصویر بگیری از زندجانه، خواه مثلا ده هر چیز بگیری، اونمو تصویر کس، اینمی قسم سخت عذاب برزی داده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.